آقای هاشمی سلام بر شما، خوش آمدین. در نخست اگر راجع به جنگ در ولسوالی قرماچ به من معلومات ارائه بکنین، تازه ترین انکشافات چی بوده؟ تقریبا 11 روز است که در ولسوالی قرماچ طالبای 3 ولایت، البته از سرپول، بادغیس، غور با جنگ فاریاب همه اجتماع کردن. اونجا حملات شدید بالای نیروهای مسلح ما آغاز شد. 5 روز پیشتر ولسوالی قرماچ به تصرف اونا درآمد. تعمیر ولسوالی، قماندانی امنیت اینا با آتش کشیده شد. بالاخره قماندان امنیت در یک تپه به اتفاق برآمده بود، قماندان امنیت قرماچ. او هم با همراه 18 نفر اسیر شد. تقریبا 20 نفر جوان ما به خاک خون تپیدن، اونجا شهید شدن. از 11 روز به این طرف نیروها به کمک اونا نرسیده، نه از هوا نه از زمین. وضعیت ولسوالی قرماچ که تقریبا از 800 نفر بالاتر اونجا هستن در محاصره طالبا قرار دارن. وضعیت بسیار به وضعیت وخیم قرار دارن، حتی آب و نان ندارن، مهمات هم نرسیده. این به همین وضعیت مخالفین آقای هاشمی، مخالفین دولت که این ولسوالی را تصرف کردن، آیا صرف طالبا هستن و یا جنگجویان دیگه هم با ایشان هستن؟ البته قمانده بعد از خارجی هاست. همه خبر داریم که این کشورهای همسایه ما که البته آیسای پاکستان بگوییم، واضح‌تر بگوییم، قمانده بعد از آیسای پاکستان است و دیگه شرکایشان هم هست، مثل ازبکستانی، چچنی، دیگه عربی، اینا همه قمانده بعد از خارجی هاست و طالبای زیادی هم در اونجا اجتماع کردن. جنگ جریان داره. بله آقای هاشمی، ما امروز خبر شدیم که جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی، در جوزجان به سر میبره. آیا شما انتظار آمدن جنرال دوستم به فاریاب و ولسوالی قرماچ دارین یا خیر؟ و اگر آقای دوستم به این منطقه بره، چه نقشی را بازی کرده میتونه به نظر شما؟ جنرال دوستم نقش قبلا هم آمد بازی کرد و واضح است. جنرال دوستم از موقعیت خاصی در این منطقه برخوردار است، هم معاون اول ریاست جمهوری است. خواست همه فاریابی از دولت، از بزرگمردان همیست که باید همینطور روز باید برسن. قبلا هم آمده بود که طالبا را از تمام مرزهای فاریاب دور کرده بود. امروزه در ولایت جوزجان آمدن، اونا در ولسوالی خماب میگه، در یک ولسوالی دیگه تشریف برده بود. امروز نیروها با اونجا مقاومت داشتن. ممکن فردا پس فردا بیاین تا آمدن اونا یک تدابیر سنجیده شود که حتی همین جنازه هایی که فعلا در میدان باقی مانده استاد نیروهای امنیتی ما، اونا را جمع کنن، به اونا رسیده. اگر جنازه ها که از بین رفته، حتی به زنده ها که برسن، اونا نجات بیابن. آقای هاشمی، سوال پیدا میشه که آیا صرف جنگ در ولسوالی قرماچ جریان داره و دیگه ولسوالی های فاریاب هم دستخوش ناامنی بوده یا خیر؟ خیر، تنها در قرماچ نیست. امروز در ولسوالی قیصر هم جنگ بود. در ولسوالی دولت آباد که شهرهای عمومی است، برای ترافیک تا نماز عصر امروز بسته بودن. نیروهای اکمالاتی می آمد، موترهای حتی مهماتشان در دادن، تانکشان زدن. در خود شهر میمنه امروز زیر تهدید است، مرکز ولایت فاریاب. در ولسوالی المار همچنان جنگ بود. در ولسوالی پشتونکوت جنگ است. چندین ولسوالی ها زیر تهدید بالای قرار دارند. تشکر از شما آقای هاشمی.